Ինտեգրալ մասսոթի տրապեցիա կաչխատը در این درس ما وظیفه یا اینکه مقصد دوم اینتگرال رو میبینیم. یکم مقصد اینتگرال ها این یافتن فونکسیون ابتدایی دوم استفاده اینتگرال برای یافتن مساحت ها. مثلا مساحتی که بین فونکسیون خط x در اینترول a و b یعنی از کتاب ما یک چند رسم گرفتم. اینا همشون مثالی که یافتن مساحت ها. ما این مساحت رو با شکل گیومتری که ما آموختیم یافتن نمیتونیم چون که اینا همشون خط راست نیست. برای ما اینتگرال رو استفاده میبریم. یکی از مقصدهای استفاده بردن اینتگرال ها این دویمش یافتن مساحت ها. پس یافتن مساحت ها یک چیز رو باید دانیم. این اینتگرال ها چی می‌نویسیم؟ اینتگرال ما کمتر عوض میشود. ما اکنون چی داریم؟ در اینترول a و b باشد. a و b این عددهایی که فونکسی مساحت فونکسی من بین عددهای a و b هستند و اول من باید فونکسی ابتدایی باید یابم. در اینجا سه دیگر یگان مهم نیست برای ما. وقتی شما یافتین بعد اول شما نقطه بالایی رو میمونید در درون فونکسی حساب میکنید بعد طرحی بعد نقطه r میمونید. طرح همین هر دو این فونکسی عدد ها این قیمت ها به من مساحت رو میدهد. مساحت میشود. مثلا یک سوال ساده گیریم. بگذار بین 1 و 3 شما فونکسی x کوادرات داشته باشین. اول چیکار میکنیم؟ فونکسی ابتدایی رو میبینیم. قاعده رو اگر به خاطر بیاریم قاعده چی بود؟ 2 جمع 1 تقسیم 2 جمع 1 در اینجا 3 مهم نیست. بین 1 و 3 یعنی فونکسی شما ابتدایی شما x خوب تقسیم 3 میشود. بین 1 و 3 شما اول باید 3 رو مونید یعنی 3 درجه 3 تقسیم 3 مینوس بعد 1 رو 1 درجه 3 تقسیم 3. صورت ها مخرج های خیلم صورت اول 27 میشود از اون دوم 1 تقسیم 3 میشود چه میشود 26 تقسیم 3 یعنی مساحت x کوادرات بین 1 و 3 مساحتش 26 تقسیم 3 است. بیاین با یک مثال ساده ببینیم. مثلا خط راست داشته است میخواد که از اون مساحت رو ببینیم. ما در اینجا دو راه رو استفاده میبرم. هم از جهت گیومتری هم از جهت اینتگرال کار میکنیم. از جهت گیومتری مساحت چی بود؟ مساحت سکونجه بلندی ضرب اساس تقسیم 2 یعنی ما رو از گیومتری میدونیم. بلندی ما در اینجا 12 است ضرب 4 تقسیم 2 این برابر میشود به 24 یعنی مساحت سکونجه ما 24. از روی اینتگرال نگاه کنیم. اینتگرال ما میگه که فونکسی شما چی است؟ فونکسی ما 3x dx بین کدام عدد ها 9 و 4 اصل خود رو با پایان میمونیم و 4 رو با بالا و اول اینتگرال رو حساب میکنیم. فونکسی ابتدایی رو میبینیم. فونکسی ابتدایی یک بار کار کنم 3x کوادرات تقسیم 2 میشود بین 9 و 4 و بعد این چی میشود؟ اول باید 4 رو مونم 3 ضرب 4 در درجه 2 تقسیم 2 مینوس 3 ضرب 9 کوادرات تقسیم 2 این دویم عدد کسر البته 9 میشود و از اساس در اینجا میشود 40 با 24 میشود. یعنی البته که این رو با اینتگرال کار کردن مهم نیست آسان است که برای فهموندن برای فونکسیون مشکل تریگونومتری لوگاریتمی در فونکسیون ما برای یافتن مساحت اینتگرال استفاده میبریم. مثلا اگر رسم نداشته باشد چیکار میکنیم؟ مثلا بگذار سینوس x میگه که مساحت اون رو بین اینترول 9 و p یابیم. این محدود شده. اول بیاین به خاطر بیاریم سینوس x رسمش چه بود؟ از 9 سر میشود یعنی تقریبا همین است. اینجا p تقسیم 2 p 3 p تقسیم 2 و 2 p یعنی در اینجا شکل میخواد است تقریبا از اون میگه مساحت اینجا رو یابیم و چیکار میکنیم؟ برای این مساحت رو یافتن اینتگرال استفاده میبریم. فونکسی ما سینوس x است dx بین 9 اصلا خود رو با پایان میگذارم و p رو با بالا و اول باید فونکسی ابتدایی سینوس x این به چی برابر است؟ مینوس کوسینوس x است بین 9 و p است. اول p رو میمونم
چی میشه؟ مینوس کوسینوس پی. مینوسی از روی کویده، بعد اینجا با مینوس هست، مینوس کوسینوس 90 این برابر می شود. در اینجا کار کنم. کوسینوس پی با چند برابر می شود؟ مینوس 1 با مینوس پلوس 1 می شود، پلوس کوسینوس 9 برای چه؟ کوسینوس 9 با چه برابر؟ با 1 برابر است. یعنی 1 جمع 1 برابری 2 می شود. یعنی این مساحت با 2 وید که چی نباشد، مساحت اینجا 2 می شود، برابر است با 2.